سلام به همه مردمی سربلند مسلمان، عیدتون مبارک باشد. من بهرام غفوری هستم. با شما اول صحت و سلامتی، بعداً عمری دراز، بعداً سربرکتی را در دسترخوان شما، در خاندان شما تمنا دارم. بگذار یگان کسی شما بیماری کسلی را نبینید. صحت و صحتمند باشید. خدا کند که تا ماه شریف رمضان دیگر تا عید دیگر ما و شما را با سری بلند با خوشحالی خداوند تعالی برساند. سربلند باشید. بار دیگر عیدتون مبارک. در آن ساعت که دلگیرم، کجایی مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که درگیر داغ تقدیرم. دلم خواهد نوازیش ای دستانی تو را امروز، دستان تو را امروز. دلم خواهد نگاهی چشم مستانی تو را امروز، مستان تو را امروز. در آن ساعت که دلگیرم، کجایی مادری پیر دارم، همه رفتن عزیزا، همه رفتن. موسی بسری تو برآمد، کجا شد آنیسی مریم، زی زمین سوی سما شد. ناگه بدرت بیاورن مرکبی چوبی، برخیز سوار شو که سواران همه رفتن. ناگه بدرت بیاورن تابوتی چوبی، رفتن قصدی نسلو، قصدی شیری نسرودن، قصدی احمدی مسافر به پناه سرسکودن. پیش از آی خالیم من پرده دستان پاییز، سربهایت ملیکی ورنمیگردی تو عزیز. مادر خالی خانه ای ما، خانه ای قشنگ و زیبا،